با سلام و درود خدمت دوستان عزیز. موضوع کلیپ امروز ما طلسم سیاهی بین دو نفر. دوستان این طلسم برای دو نفری که به حرام با هم رابطه داشته باشن، از طریق این طلسم میتونید اونا رو جدا کنید. دوستان طلسم رو شروع میکنم، توجه کنید. البته این طلسم نیاز به موکل داره چون طلسم قدرتمندی هست. نتیجه این طلسم فوری هست دوستان عزیز و ماندگاریش 99 ساله هست. دوستان طلسم کامل شد، ماندگاریش 99 ساله هست و غیر قابل باطل شدنه. دوستان عزیز تا کلیپ های بعدی، خدا نگهدار.